ادامه بدیم. تو نکته 8 چند مدل شکل واسهتون کشیدم که دید پیدا بکنید نسبت به توابع. نکته 8 میگه از نظر مشتق پذیری و داشتن خط مماس یکی از این حالتها پیش میاد. خب حالت 1 رو نگاه کن. مثل آدم تابعتون توی این نقطه خط مماس داره، پیوسته و مشتق پذیره. خط مماس داره، نیم مماس ها رو میگیم اصطلاحاً در امتداد همه. تو حالت 2 تابعت پیوسته هست ها، این مشتق پذیر بود دیگه، ببینید پیوسته مشتق پذیر. تو حالت 2 پیوسته هست اما مشتق ناپذیره، نیم مماس راست و چپ با هم برابر نیستن. اصطلاحاً به اینا میگیم گوشه شکست یا زاویه دار. پس یه مدلش هم اینه. توی این حالت اصلا تابعتون ناپیوسته است ها، تابعتون ناپیوسته است. این ناپیوسته است یعنی مشتق پذیر نیست. اوکی، وقتی ناپیوسته است مشتق پذیر نیست. اما چون پیوستگی راست داره مشتق راست رو داره. اوکی، شما از هر سمتی پیوستگی داشته باشی میتونی بری مشتقش رو بگیری. درست شد؟ یعنی تابع فقط دارای نیم مماس راسته. بعدی دوباره ناپیوسته است، فقط از چپ مشتق داره، پس میشه فقط دارای نیم مماس چپ. درسته؟ یه نمونه دیگه من واسط میکشم تو این شکل نیست که مثلا اینجوریه. این چیه؟ این هم ناپیوسته است اما نه از راست پیوسته است نه از چپ پیوسته. پس میگم نه نیم مماس راست دارد و نه نیم مماس چپ. هیچ کدومو نداره. حله؟ یعنی یه دونه مشتق پذیر دیدیم، یه دونه پیوسته دیدیم که مشتق چپ و راست متفاوته، 3 مدل ناپیوسته دیدیم ها. این هم ناپیوسته، 3 مدل ناپیوسته دیدیم. درسته؟ پس مدل‌های مشتق ناپذیری که تا الان شناختیم چیا بوده؟ ناپیوسته ها، گوشه ها. درسته؟ این 4 تا جدیدن ها، این 4 تا جدیدن. اینا مشتق بی نهایتان بچه ها. مشتق بی نهایت ها. به مشتق بی نهایت ها میگفتم چی؟ میگفتم مشتق بی نهایت ها چی دارن؟ باریکلا، آفرین پسر، نگفته نوشت برام، باریکلا. مشتق بی نهایت ها میگفتیم چی دارن؟ مجانب نه، مجانب اصلا تو دامنه نیست، مجانب اصلا مماس نیست، مماس قائم. بله، به مشتق بی نهایت ها میگفتیم مماس قائم. باشه؟ میبینی مشتق بی نهایت ها 2 دسته کلی دارن، دسته چپ، دسته راست. حالا جزئی تر بخوایم بگیم 4 دسته دارن. ببین اینا هم پیوستن، مشتق ناپذیر شدن، همشون هم خط مماس قائم دارن. اوکی؟ این واسه زمانیه که مشتقت مثبت بوده، زیاد شده مثبت بی نهایت، دوباره مثبت. درسته؟ یعنی مشتق تابع مثبت بی نهایت. اینو توجه نکنید برای بچه رشته ریاضی. این برای زمانیه که مشتقت اومده منفی بی نهایت شده و منفی. مشتق تابع منفی بی نهایت. یعنی اصطلاحاً توی این دوتا مشتق تغییر علامت نمیده. دقت کن، مشتق تغییر علامت نمیده. تابع
مشتق تغییر علامت نمیدهد. درست شد؟ اون دوتا چی؟ اینو نگاه کن. از چپ که میای مشتقت میره میشه منفی بی نهایت، یهو از مثبت بی نهایت بیدار میشی. یعنی مشتق راستت مثبت بی نهایت، مشتق چپت منفی بی نهایت. اوکی؟ اینا از چپ که میای میشه مثبت بی نهایت، یهو از منفی بی نهایت بیدار میشی. یعنی مشتق راستت منفی بی نهایت، مشتق چپت مثبت بی نهایت. بچه‌ها به این دوتا راستیا میگن نقاط بازگشتی. خیلی امروز چیزای جدید یاد گرفتی ها. به این دوتا چپی ها میگن عطف. درسته؟ اینا مشتق تغییر علامت نمیده، اینجا مشتق تغییر علامت میدهد. یعنی تو اینا تابع مشتق تغییر علامت میدهد. آقا مثال میزنی واسمون بفهمیم؟ بله. فرض کنید تابعتون هست ریشه سوم x، مشتق که ازش بگیرید میشه 1 به روی ریشه سوم x. بچه ها مشتق تو صفر چنده؟ میگی بی نهایت. درسته؟ ها، چون مخرج صفر میشه صورت عدد. درسته؟ پس مماس قائم داری. اگر صفر راست بدی میشه 1 به رو صفر راست مثبت بی نهایت، صفر چپ بدی میشه دوباره به توان 2 میرسه، میشه 1 به رو صفر راست مثبت بی نهایت. یعنی این شکلیه. ریشه سوم x نمودارش این شکلی. میبینی حول صفر این شکلیه. درست شد؟ اینه. حالا اگه یه منفی این بالا بود میشدی. مهم اینه که تغییر علامت نمیده، درجه زوج تو مخرجه. آقا برای اونا هم مثال میزنی؟ اومدم که مثال بزنم. ریشه سوم x2 مشتق ازش بگیری میشه 1 به روی 3 تا ریشه سوم x. الان اینو قرمزم کو. الان اینو تو صفر مشتقش رو مقدار دهی کنی میری به سمت بی نهایت. اما صفر راست بدی مثبت بی نهایتی، صفر چپ بدی منفی بی نهایتی. این نمودارش این شکلیه. این اصطلاحاً عطف، اسمشو بچه تجربی نیاز نیست یاد بگیرن. مهم اینه که بگی از ایناست یا از ایناست. این اصطلاحاً نقطه بازگشتیه. درست شد؟ این هست. ببینیم چی میگی. بله محمد حرفت درسته. پرهام میگه که به اون دوتا راستیه باید بگیم نیم مماس قائم به جای مماس قائم. چرا نیم مماس؟ مماس دیگه. نیم مماس واسه زمانی بود که در راسته هم نبودن. مماس دیگه. مماس یعنی تماس داشته باشی. این خط مماس داره. و چطوری گفتی خط مماس قائم؟ چطور اونجا میگی مماس خط مماس، اینجا میگی نیم خط مماس؟ نه دیگه خط دیگه، مشکلی نداره که. زمانی میشه نیم خط که بشکنه، نمیشکنه که. اینا همه خط مماس دارن. بعضیا به اشتباه میگن هر موقع خط مماس داشتی یعنی مشتق داری. نه خیر. هر موقع خط مماس غیر قائم داشتی یعنی مشتق داری. خط مماس داشتی شیبش بی نهایت نبود یعنی قائم نبود. این جنبندی که من واسهتون کردم روی تمام شکل‌های تمام حالت‌های مشتق ناپذیری، اینو هیچ جا پیدا نمی‌کنی. اینم تو دفترت یادداشت کن که یه جوری واسمون جنبندی کرد که هیچ جا پیدا نمی‌کنی.